قیمت بله خوردن دیگه بسه. من میخوام برم سفر. خوبه. آفرین به جای اینکه اینجا بشین بخورین یه کار مفید بکنیم، بریم سفر. آره الان کجا میخوایم بریم؟ دیگه نمیدونم الان هر جایی که تو بگی دیگه. کجا خوبه همه الان جا آدم میشه بره؟ رفت. کجا خوبه؟ من براتون میگم ببینید کجا میخوایم بریم. بگو بابا جان. آره ببینید یه خاور دور دارم، تور خاور دوره، 4 روز و 10 شب. دوره؟ آره 4 روز و 10. خب ببخشید نه. نمیشه 4 روز و 10 شب. نه معمولا مثلا میگن 4 شب و 5 روز. نه میشه، تور ما میشه اینجوریه. تور ما غیبت شباش ارزونتره، واسه این شباش بیشتر از روزاشه. 4 روز و 10 شب هتل 5 ستاره با سرسره آبی رایگان. در میاد 10 میلیون تومان. خوبه؟ نه 10 میلیون زیاده بابا جان، من ندارم. ارزون‌ترشو بگو. آره یه جای ارزون‌تر باشه، مهم اینه فقط برن سفر. آره ارزون‌تر و نزدیک بخوان یه جایی هست الان وسطش کودتاست. خب آره جنگ داخلی، شلوغ، پرهیجان، پر بمب، کم امنیت. 1 تومن هم بهت میدن دستی که اصلا بریم اونجا. خیلی خوبه. همین خوبه دیگه بابا جان، همین خوبه. من میخوام چیکار کنم الان وسط بمب و جنگ و کودتا میخوام یعنی تفریح کنیم. آره ببین این جزیره های جنوب خودمون هم هست. 3 روز 600 تومن. آفتاب سوزان، خوراک برنزه کردن هم هست. اصلا خوراک خودته. آره چقدر بابا جان؟ 600 تومن. 600 باید 600 داشته باشی. 600 تومن. آره 600. سلام بابا جان، میگم که چیز 600 تومن داری به من دستی بدی. من یکی از دوستان بیمارستانه، میخواد مرخص بشه، پول کم دارم. چرا دروغ میگی؟ من الان شنیدم ایشون گفت 600 تومن برای سفر به این همین جزیره. خجالت بکش، زشته از تو. چی؟ خب چه 600 تومن پول نمیدی؟ رفیقش به خاطر بی پولی تو بیمارستان بمیره. تو جواب وجدان تو چی میدی؟ خیلی بدی تو گل من. بده بابا جان. چرا خودت نمیدی؟ ها؟ کی من؟ آره. من کوپولم من پول ندارم. پول نداره بده.